هفره نجا اگر هندوقت بکن جشوا در باسپوی و پرانی ارش اسرائیل بوسر تهران لروجهلات تهران دیگر برخواه که بریوه دوان 4 روزن در بازبوی ده یه شردا زیدتر روز آوایا تهران دهات آرمانج گرتن. اما خواست امیوار آماده بکن که لروجهلات تهران چه هیا که اسرائیل برای خدای روجهلات تهران زیدتر وارد سوتمنی هنن انبار نفت و سوتمنی در دورا روجلات تهران هنه و هر حال لگوری راپور اسرائیل هنک انبار مزن یه نفت و بنزین لروجلات تهران هاتن بمب باران کرن او انبار و دپوین 3 روزن دابین کرنا سوتمنیا پایتخت بونه که نها زیانک مزن گشتی وان یا دنجی اوفیس نویسینگه سپاه پاسداران لروجلات تهران هیا گرایده بسپاه پاسداران و لکولین بروانین ده ارشن دستپیکی ین سیزده حزیران ده آواهین گریدای سپاه پاسداران و ناوندین لکولین بروانی ین لروجلات تهران هاتن آرمانج کردن ده ناوند آواهی رخستنا نوجنی و لکولین بروانی هاتن هدف کردن هر آواهین نشتجیبون جی هنلور آواهین نشتجیبون تاخن روجلات تهران سروی اساسی که هر یکم برجا نشتجیبونه یا 14 قاتل در دورا میدان نوبنیاد در روجهلات تهران حرفیه و در انجام ویده نزدیک 6 کس در ناف دا 20 ساروک جهان هاتنه کشتن چما روجهلات تهران او قاسیت هدف گرتن اما اوه گرینگاوه مثلا چه استراتژیک یک استراتژیک بونا چافکانین سوتمنی هیا چافکانی سوتمنی یعنی حرفاندن انبار سوتمنی باندور که راستخو لسر شیانا لوجستیکی یا هزین لشکری و چالاکین پیش سازیه دکه هر وها بینسازین بروانی لوی هنه نزیک بونا بینسازین بروانی ین سپاه لوی درینه لروجلات تهران نه ناوند اوفیس و سازین گرینگ ین سپاه نه که جالی لشکری و دا آستک بلندانه او روجهلات تهران به تایبتی او هنک جاره مثلا او بینای نشجیبونه یه چند قاطی کوکری آرمانج پیامه که اویج هیا درونی جه هیا پسیکولوژیک سایکولوژیک جبو ولاتیان حرفاندنا برجا نشجیبونه لناوندا حرمه که پرانیا مالبات لشکری یان جین گریدای حکومت لیدجین باره که درونی مزنجی لخوا دگره و بگشتی روشایی رو پیشنیارین وید سبارت به و داره چنه یکیش پیام هشیاری هنن ارش بردوامن پیام هشیاری ین اسمانی ین اسرائیل جبو نشتجیبون روجلات تهران تی نشاندن رایدارین لشکری ین ایران دیار دکن که کنترولا ارشان وکه رایدارین بروانی اسمانی یانجی اوفیس فرمانداری لوان دوران هاتن آرمانج کردن به اوان درانا هاتن آرمانج کردن اول روجهلات تهرانی بوله اما برخ بده لروجاوای تهرانی جی که اول چند روزین رابوری ده ارشک یک جار زیده لسر روجاوای تهرانی بو وزارت دادوری لوره وزارت استخبارات لوره هزین اولهیه لورن و هر بسا فروکخانه یا مهرابات لورن که اونا همو بونه آرمانج موشکان یا درونان و همو جامن وان جهات بونه شکاندن وزارت استخبارات آنکو اطلاعات بیجن سازین وزارت استخبارات جی در روجاوای تهران در راستی ارشی هات و گلک زرار دیدن فرمانداری هزین اولهیه آواهی سروکاتی اولهیه جه همان حرمه هات حرفاندن فروک خانه یا مهرآباد بارگاه هوایی یا یکم راستی موشک اسرائیل هات و زرار گهشتن به سالونان و دبشک لشکری دا شواد در که و کدنجی لگوری آگهین که بلاو بونه ده بمباران حزیران ده هنک بارگهین بروانیا اسمانی و راداری یعنی در دورا روجاوای تهران جو که بارگه ها بروانیا موشکن بالستیک یا تهران زرار دیده بون بگشتی نرخاندنا گشتی اوای گوهو ایرش و ها خویای لسر سیستم دولت اولهیه و ستون اپراسیون هاتنه کرن تا که کپاسیته یا فرمان و کنترل لتهران کم بکه یعنی آرمانج من ایرشین کل روجاوای تهران چه ببون اوه آرمانج کنا فروکخانه یا مهرآباد جی نشانه که حولدانه که جبو سینور درکنا کپاسیته یا پیشگیری یا اسمانی و لوجستیکی یا هزین ایرانی